در خدمت استاد میرزا شکورزاده هستیم در چایخانه راحت شهر دوشنبه و نیز اساتید بزرگوار دیگه. باعث افتخار هست در حضور این اساتید. استاد تالیف جدیدی هم دارید یا نه؟ نخست شما رو به دیاری رودکی بزرگوار میهنی ارجمند خودتان تاجیکستان و ویژه شهر دوشنبه خیر مقدم میگویم. سپاسگزارم. قلمکش بود یاری شمشیرکش، هیچ صاحب قلم نمیتواند بدون شعر و شاعری بدون ایجادکاری به قول ما تاجیک ها بله آرام بنشیند. بله. و این سال کتابی را تحت عنوان وارثان غرور فردوسی در رابطه با آثار دو تن از دانشمندان بزرگ، شاعر استاد لایق و نویسنده استاد ساربان دارم به اتمام میرسانم. با امید خدا. در این کتاب وارثان غرور فردوسی آثار ملتگرایانه یا ملت دوستانه میهن پرستانه استاد لایق در شعر، استاد ساربان در نثر موردی بررسی بنده قرار گرفته است. اکثر این مقاله ها در مطبوعات ایران در دانشنامه فرهنگ و ادب فارسی بله البته به درج رسیدند. بله. و من نیت دارم این کتاب ها را هم حتما به زبان فارسی برگردان میکنم و چاپ میکنم و در اختیار خواهران و برادران ایرانی وام میگذارم. بسیار سپاسگزارم. ما پارسال سعادت بود در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خدمت شما رسیدیم و خاطرات خیلی خوبی از ملاقات با شما من هنوز در ذهن داشتم و گفتم دوشنبه آمدم حتما باید استاد رو از نزدیک ملاقات بکنم. باعث افتخار ما هست. سپاسگزارم از شما که یاد ما کردید و مبارک میگویم قدم پیشرفته شما را به دیار آدم شعرا. سپاسگزارم. رودکی بزرگ. 5 روز هم ما رفتیم. بله 5 روز هم سمرقند بخارا. بله. و فرمود حضرت بیدل باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست، گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. آفرین آفرین. درود بر شما. با امید دیدار مجدد در تهران. سلامت باشید. تاجیکان زنده باشند. زنده باشید. رحمت رحمت. زنده باشید.